کسی قرآن منع میکنه، مردم مسجد منع میکنه، این تاور گرفت تیشه را در ریشه خود زد، خود ضرر رسان. ولی کسی که دعوتگری میره جای دیگه دعوت میده. مثل که رسول الله صلی الله علیه و در مکه مانع شدن، مثلا کجا رفت؟ در مدینه. در مکه ضعیف بود، در مدینه چی شد؟ قوی شد. هر دعوتگر ای قانون الله، کسی مانع شده بر خود ضرر رسانده. امی کمونیستا زود چرا شکست خوردن؟ به خاطر که مسجد بند کرده بودن. مسجد نماز درس قرآن اینا نبود، خب نمیمان. خدا میگفتی میکشتد میزد، ببرش. نماز میخواندی این دمیلایلی پرسان کن. بسیار مسئولین از میگم نماز خواندن نمیتونستیم. این نماینده سابقی که در دوران نجیب بود پیش ما آمده، دوران ببرک کارمند، گفت والله گفت ما نماز میخوایم، دروازه را قلف میکردیم، قلف هم کردن نمیتون، پیش میکردیم، دم بغل دروازه تیز که تق تق میشم، چت سلام دور میدادم، گیرم نکنه در نماز. در نماز خواندن گیرم نکنه. ولی الله قزود تبایش کرد. چه بازی مردم افغانستان مسلمانم، چه سختی کنی امان قدر قوی میشه. حالا خود دعوت است، سختی که کردی نظامی میشه کلگی، نظامی که شد ریشت کشیده میشه. حالا این قانون الله. رسول الله صلی الله علیه و مکه چی بود؟ کارش ملکی بود، نه دعوتی بود، مسالمت آمیز بود، به صورت صلح آمیز بود. هر وقتی که دعوت شبان کرد چی شد؟ در مدینه نظامی شد، با قوت آمد مکه را بدون جنگ فتح کرد. یعنی هیچ کسی با اهل قرآن ضرر رسانده نمیتونه، به شرطی که همون کسایی که اهل قرآن هستن ثبات داشته باشن، ثبات و استقامت. اینطوری که یک چیزی زدی شاگرد شوه، پس برو یک چیزی زدی